برکاتو به اجازه استادا قاری صاحبا، امروز بسیار خوشنود هستم. خوشنود بابت از که الحمدلله وقتی که جوانان را در کنار خود میبینم ایمانم بسیار قوی میشه، بسیار زیاد قوی میشه. همین قدر نیرو گرفتیم معاله که فکر میکنم اگر یک دیوار آینی هم در مقابل استاد شود دیوار را چپه میکنم. به خاطر چی؟ به خاطر که همچون جوانان را در کنار خود ما داریم. نعره تکبیر، از دل صدا کنید نعره تکبیر. زنده باد اسلام، زنده باد اسلام. مرگ به دشمنان اسلام، مرگ به دشمنان اسلام. زنده باد اسلام، زنده باد جوانان متحد مسلمان. بسیار افتخار برای ما بخشیدین. خوشحال باشین، همیشه موفق باشین و آرزوی ما در آخر امی است که همیشه در کنار همدیگر باید باشیم. همیشه باید که در کنار همدیگر استاد باشیم. همیشه ما را قوت ایمانی ببخشین. قوت ایمانی چی رقم؟ که تو مجلس ما را پر نور بسازید. جوانا افتخار ماست. حالا از جناب استاد تقاضا میکنیم که بیای از سخنهای عالمانه خود ما شما را مستفید بسازه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. ان الحمد لله نحمده و نستعینه و نستغفره و نؤمن به و نتوکل علیه و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حمد و ثنا و صفت به خالق یکتا به الله سبحانه و تعالی میفرستیم که باز هم برای همه ما و شما فرصت عمر داد که دری قریه و دری مسجد بعد از تقریبا 10-15 سال بعد باز هم بیم و یک حلقه درس، یک درس را اینجا بگیریم و ما و شما با هم با چهره های زیبای موسفیدان، جوانان، نوجوانان عزیز چند دقیقه در خانه از خانه های الله در ارتجاع پاک بشینیم و یادی از الله بکنیم و درودی به رسول الله صلی الله علیه و سلم بفرستیم. دوستان عزیز، برادرای محترم، دوش سفیدان بزرگوار، جوانان گرانقدر، نوجوانان عزیز، انسان دو قسم است. یکی انسان متعهد هست و یکی انسان غیر متعهد است. هر انسان مثلا یک تخصص داره. هر کسی یک رشته را بر خود انتخاب میکنه و به هر صورت در زندگی اگر خواسته باشه یا نخواسته باشه یک رشته یا یک مسلک را بر خود انتخاب میکنه، یک تخصص می داشته باشه، ولی تعهد انسانهای با هدف می داشته باشه. انسان به اندازه‌ای که هدفش عالی باشه به مو اندازه شخصیت از او عالی هست. شخصیت پیغمبران علیهم السلام چرا عالی بود؟ چون هدف عالی داشتن. پیغمبران و بخصوص پیغمبر ما محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم به خاطر یک منطقه، به خاطر یک اقلیم، به خاطر یک کشور، به خاطر یک قوم یا زبان کار نمیکرد. رفت ملائکه هستن در آسمان اول، کعبه دارن، قبله دارن، بیت المعمور قبلهشان است.
کعبه شان است. در آسمان هفتم هم وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم رفت، دید که ملائکه هستند، کعبه هست، قبله هست و عبادت الله مشغول هستند. اما در این زمین ما و شما انسان ها را مکلفیت داد که شما او کاری را بکنین که ملائکه در آسمان ها میکنن. ایناله اگر انسان مطابق حکم الله زندگی میکنه، این مثل ملائکه میشه که در آسمان ها حکم الله را تطبیق میکنه. و اگر بازی انسان ذهن خدا و عقل خدا ضعیف میسازه، کار میکردن. این در وقت امیر معاویه رضی الله عنه اینجا لشکر فرستاد بچهش یزید ابن معاویه. در بین لشکرش یک صحابی جلیل قدر که قبرش حال هم در ترکیه هست، ابو ایوب انصاری. اینا حرکت کردن برای فتح قسطنطنیه، لکن نتانستن. یک نوجوان که سنش 8 ساله هست، یک مادر مسلمان داره. مادر مسلمان هدف بسیار بزرگ داره. این مادر مسلمان برای بچگک خود میگه بچیم، از کلکین خانه برش نشان میده که اون جای میبینی، میفهمی بچیم ای کجاست؟ میگه بچیم ای قسطنطنیه هست، کسی که ای را فتح کنه رسول الله صلی الله علیه و سلم بر از او بشارت داده. بچیم تو کوشش کو که فاتح قسطنطنیه و در ایمان و در لشکر آنقدر کار بکنی و قوی باشی که بتانی که قوه روم که فرعون عصر است ایره شکست بدی. وقتی انسان هدفمند شد، یک طفل 7 ساله وقتی هدفمند شد، در همین فکر از 7 سالگی هدفم چی هست؟ فتح قسطنطنیه. از امو وقت سر از این فکر میکرد. در سن 21 سالگی قسطنطنیه را فتح کرد. وقتی قسطنطنیه را فتح کرد به نام محمد فاتح رحمت الله علیه. محمد فاتح در وقت فتح قسطنطنیه جوان 21 ساله هست. اسلام شخصیت های را تربیت میکنه که جوان 20 ساله و 21 سالش شخصیتش کمتر از شخصیت موسفید 60 ساله نباشه. چرا؟ شخصیت هدف تعیین میکنه، نه سن و سال. اگر هدف عالی داشتی شخصیت تو عالی هست. وقتی قسطنطنیه را فتح میکنن، یکی از کلیساهای بزرگ روم در اینجا هست، مرکز امپراتوری روم است. نامش میمانند اسلامبول. اسلامبول، ما از ترجمان ترکی ما پرسان کردم، گفتم که استاد اسلامبول چی مانه؟ گفت یعنی اسلام بسیار وسیع شد و انتشار پیدا کرد. و این اسلامبول مرکز خلافت اسلامی عثمانی ها شد. این اسلامبول به خاطر ازی پای تخت مسلمان ها شد که این شهر 2 قاره را با هم یک جای میکنن. نصفش در اروپاست، نصفش در آسیا هست.
این طرفش میری اروپاست، این طرفش میری آسیا. مسلمان ها در این وسط از مرکز خلافت اسلامی رو در اونجا ساختن. در یکی از فتاوا ذکر شده بود که در زمان صلاح الدین ایوبی رحمت الله علیه فاتح قدس است، محمد سادس فاتح قسطنطنیه هست روم، و سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت الله علیه ای فاتح قدس است. امروز در فلسطین بیت المقدس ما و شما میبینیم که چندین سال است که این زیر اشغال صهیونیستای اسرائیل است. در یکی از فتاوا در این وقت نوشته شده بود که علمای اسلام فتوا دادند که مسلمان ها حق ندارند و یا حرام است که سلاح خود را بر کافرها بفروشند. چی معنی؟ معنیش است که در زمان صلاح الدین ایوبی مسلمان ها به اندازه در ساینس و تکنولوژی، در ساخت سلاح‌ها و در طب و در دیگه علوم پیشرفته بودند که از فرانسه مردم می آمدن و می خواستن از پیش مسلمان ها سلاح بخرن. علما فتوا دادن که به او کافری که با سلاح از تو می خره و او رو به ضد گوستاو لوبون در کتابخانه ها، در کتابخانه آمد اینجا اگر شما پرسان کنین تاریخ تمدن اسلام و عرب، این کتاب این عالم فرانسوی نوشته کرده. میگه مسلمان ها 12 قرن در کل دنیا حاکمیت داشتن. او وقت 3 قاره جهان کشف شده بود، اروپا و افریقا و آسیا. امریکا و استرالیا و انتارکتیکا هنوز کشف نشده بود. در این 3 قاره جهان مسلمان ها حاکمیت داشتن. او نشته میکنم میگه معاویه رضی الله تعالی عنه در وقت خلافت خود 1200 کشتی جنگی داشت که این سواحل بحیره مدیترانه را عبور میکردن و در اینجا بیرق امیر المؤمنین معاویه بن ابی سفیان رضی الله عنه که خلیفه مسلمان ها بود بلند میکردن. مسلمان ها صنعت کشتی سازی به اندازه در تکنولوژی عصر خود دسترسی داشتن که از دیگه جایا، از اروپا و از دیگه مناطق مردم می آمدن در پوهنتونای مسلمان ها درس می خواندن و صنعت و طب و ریاضی و فیزیک و جغرافیا و الجبر و علوم از مسلمان ها یاد می گرفتن. این حال اگر ما و شما هم در روز قیامت در مقابل خالق متعال استاده شویم و اونا هم استاده شویم، ما چی میتونیم بگوییم به خالق خود که ما مسلمان ها چی کردیم؟ همیشه ضعف، همیشه ترس، همیشه عاجزی. حتی ساده هست. عادی موبایل است. امروز عادی ترین انسان فیسبوک داره. امروز عادی ترین انسان با اینترنت دسترسی داره. اینمی تکنولوژی هست که رسول میگه مان ای دین خانه به خانه میرسه. توسط همین تکنولوژی
امروز در خانه هر کسی در داخل موبایل اگر شما سایت از به نام sultan.org www.sultan باز نقطه باز org اگر باز بکنین المصحف.org اگر شما ایره سرچ بکنین قرآن عظیم الشان به 140 زبان به زبانهای مختلف اروپایی، امریکایی، افریقایی، استرالیایی، آسیایی به زبانهای مختلف قرآن عظیم الشان ترجمه شده هست و بسیاری وقتا مسلمان ترجمه قرآن نمیفهمه اما کفار بسیاری اوقات ترجمه قرآن عظیم الشان میفهمه. او چیزی که به منفعت مسلمان ها هست او را کوشش میکنن که به ضد مسلمان ها استفاده بکنن. چرا مسلمان از کتاب خود استفاده نمیکنه، از احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم استفاده نمیکنه؟ امروز یک تکنولوژی در دستش است. ما و شما نمیتونیم حداقل اگر هر جوان ما و شما یک فیسبوک به نام خود جور بکنه، یک فیسبوک دیگه به نام اسلام جور بکنه، نمیتونه؟ هر سفید، هر مسلمان و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. الله میگه والعصر ان الانسان لفی خسر. قسم است الله متعال میگه به وقتی که برای تو بسیار بی ارزش است لکن پیش الله بسیار با ارزش است. الله قسم یاد میکنه به وقت در چندین جای قرآن و در اینجا مشخصا به عصر قسم یاد میکنه که انسان در زیان و نقصان است مگر کسی که 3 شرط در وجودش موجود باشه: ایمان است، اعمال صالحه هست و دعوت به حق و به خیر است. اگر هر جوان و هر موش سفید ما یک فیسبوک به نام خود فیسبوک اسلامی داشته باشه و از این فیسبوک خود حداقل یک آیت قرآن، یک حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم اگر روزانه نمیتونه در هفته یک دانی از این نشر بکنه، وقتی دشمنای اسلام ببینه که این جوانا و نوجوانای مسلمان آنقدر هدفمند هستند که حتی فیسبوکشان به نام اسلام است، در دلشان یک ترس میفته که بالا جهان اسلام واقعا سعی که یک سایت دیگه سایت ببینی که یک از قلای لوگری 500 سایت جور شده به نام چی؟ به نام اسلام. اسلام عبدالله، اسلام احمد، اسلام محمد، هر کس اسلام فلانی امیره یک سایت جور میکنه به خاطر رساندن صدای اسلام به گوش دیگره. این کار خواد کردین انشاءالله. و اینجاست بعضی اوقات وقتی یک استاد یک دعوت میده برای یک کس، دعوت از او اقدر تأثیر نمیکنه سر دیگر جوانا، لکن اگر شما جوانای بیدار و هدفمند شما میخیزین پیام اسلام برای دیگر دوستایتان میرسانین، زود اونا متاثر میشه. یک استاد که ما بود در شرایط و یک روز گفت یک بچه ما بود، گفت هر قدر میگفتمش نماز بخوان مانده شدم سر نماز نامد. بسیار گفت نه به زدن شد، نه به دوستی شد، نه به هیچ. لکن گفت یک روز سعی میکنم که بچه ما وضو کرده نماز خوانده میره. او بچه من خود تو را 100 دفعه گفتم نماز بخوان نمیخواندی، چطور شد که یک دفعه خود جای نماز گرفتی و رفتی نماز میخوانی؟ گفت والا یک رفیق من که همسن من هست او برای من یک پیام نوشته کرده بود، پیام از او سر من تاثیر کرد و من چی شدم بعد از این انشاءالله تعالی نماز خدا قضا نمیکنم. آیا تو جوان پیام رسول الله صلی الله علیه و سلم نخواندی که به علی رضی الله تعالی عنه میگه یا علی، ای علی، اگر یک نفر لایهدی الله بک رجلا واحدا، اگر الله توسط تو یک شخص هدایت بکنه، خیر لک من حمر النعم،
این بهتر است برای تو از داشتن یک کاروان تجارتی. وقت حمر النعیم کاروان هایی بود که از شترهای سرخ رنگ کسی که می داشت 1000 دانه شتر، این دیگه بسیار در تجارت قوی می بود. میگه فضمی کاروان تجارتی کردن. برای تو چی بهتر است که یک نفر توسط تو الله را بشناسن. بسیاری جواناست انگلیسی را میفهمن، به انگلیسی به خارجی ها دعوت بتین، بگو فلانی مسلمان شو، بیا کلمه بخوان، بیا قرآن عظیم الشان بخوان. ما یک وقتی در زندان از سفارت انگلیس می آمدن در داخل زندان امرای ما تحقیق میکردن. بازو مرا میگفت که ما خب به خاطر حقوق بشر میم، به خاطر که شما استاد هستین وضعیتتان رو ببینیم، مریض هستین، صحتتان چطور است، چطور است. باز اینجا میگفتن. من یک روز برش گفتم ببخشی خودت بسیار مهربانی میکنی، پرسان مرا میکنی، من هم میخوایم یک وظیفه خود انجام بدم که باز تو از من خفه نشی، تو هم یک حق سر من داری. من چی حق دارم سر تو؟ گفتم حق تو سر ما ای است که در روز قیامت اگر به طرف دوزخ تو را ببرند باز مرا نگوی که استاد چرا مرا نگفتی که قرآن کلام الله هست، من او را میخواندم و دوزخ نمیرفتم. قرآن عظیم الشان بخوان و به اسلام انشاءالله تعالی اعتراف میکنی. من گفتم فقط اینه گفتم به خاطر از که باز روز قیامت مرا نگویی که این استاد نگفتی بودی. نه من گفتم تا اینه، اگرچه من بندی هستم و تو آزاد هستی. وعده کرد الله اعلم انما علیک البلاغ و علینا الهدى. الله متعال میگه وظیفه تو تبلیغ است، هدایت کار الله هست، پس ما و تو باید برای دیگرها پیام اسلام برسانیم. به هر کس چی پیام میرسانیم؟ وقتی پیام میرسانیم پیش از پیام رساندن خود ما باید پیام بفهمیم که پیام چیست. آیا ما خودم میفهمم این پیامه؟ امروز اگر از بسیار مسلمان ها پرسان کنی که کلمه میخوانی، میگه بله کلمه میخوانم. اما اگر پرسانش کنی که در کلمه چی راز است که یک کافر 60 ساله را با یک کلمه خواندن مسلمان میسازه، چی راز است؟ و یا تو که کلمه خواندی با خالقت چی تعهد داری؟ کدام تعهدی داری؟ والله اگر از یک نفر پرسان کنی تو همراه مخلوقات تعهد داری، میگه آولا یک وقتی که یک کسی یک پیمان امضا کردم، که یک کسی عهد کردم، که یک کسی تجارت خانه جور کردم، که یک کسی در دکان شریک شدم، که یک کسی کلش میگه. اما اگر این پرسان کنی که به امرای الله چی تعهد داری، انسان‌های هدفمند میفهمن و انسان‌های بی هدف نمیفهمه تعهد خدا در کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. وقتی ما کلمه میخوانیم کافر از ما پرسان میکنه که این کلمه چی هست که ما بخوانم یک دفعه 60 ساله گناه ما بخشیده میشه، 60 ساله زندگی ما فرق میکنه. برش میگیم تو بنده الله هستی لکن با امرای الله عهد نداری. وقتی کلمه میخوانی با امرای الله عهد میکنی. چی عهد میکنم؟ 3 عهد. عهد اول مایی است که یا الله بغیر از ذات تو به هیچ مخلوق سر خود خم نمی کنم، هیچ عبادت به مخلوق نمی کنم. این تعهد من هست. یا الله بغیر از ذات تو هیچ عبادت به هیچ مخلوق انجام نمیدم. این تعهد است که موقت الله کرد. تعهد دومش یا الله بغیر از شریعت تو قانون هیچ کسی را نمیپذیرم. تعهد دوم یا الله بغیر از شریعت تو
قانون هیچ کسی را نمیپذیرم و در زمین تو قانون کسی دیگی را تطبیق نمیکنم. و تعهد سومی است که یا الله عبادت و اطاعت خود به طریقه محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم انجام میده. این حال انسان کافر این سه تعهد نداره، اما انسان مسلمان این تعهد داره. اگر این تعهد ما داشته باشیم و این را حفظ داشته باشیم، نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش میشه که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که من قال لا اله الا الله دخل الجنه. کسی که لا اله الا الله میگه ای داخل جنت میشه. کدام کس؟ کلمه خب بسیار کس میگه کلمه لا اله الا الله میگه. کسی که تعهدات این کلمه را حفظ بکنه. اما بعضی کسا هست کلمه میخوانه در تعهد اول چی است؟ ناکام است. تعهد اول چی است؟ بعضی کسا را سعی کنی به غیر الله رکوع میکنه، به مخلوق سجده میکنه. سجده عبادت است، برای کی کرد؟ برای مخلوق کرد. تعهد خود شکستان. نظر به نام مخلوق میکنه. نظر عبادت است. در 5 وقت نماز میگه ایاک نعبدو. در هر رکعت نماز باید تجدید تعهد کنی. ایاک نعبدو و ایاک نستعین. اما بسیاری کساس کلمه میخوانن لکن تعهد خود شکستاندن. یکی سجده خود به غیر الله میکنه، یکی عبادت خود به غیر الله میکنه، یکی رکوع به غیر الله به مخلوق میکنه، یکی نظر به نام مخلوق میگیره. تنها در افغانستان 14 قسم، یک روز یک کسی در موبایل بر من روان کرده بود، 14 قسم نظر مخلوق است. تنها در یک نظر 14 قسم شرک میکنن. با امرای الله در عبادت الله مخلوق شریک میکنن. بعضی کسا در تعهد اول خود خوب است، تعهد دومی را مشکنانه. تعهد دومی چی است؟ گاهی قانون روس قبول میکنن، گاهی قانون امریکا را قبول میکنن، گاهی قانون فرانسه را قبول میکنن، گاهی قانون ملل متحد قبول میکنن، گاهی قانون یهود قبول میکنن، گاهی قانون نصارا را. پس تعهد خود با الله شکستان. که الله تعهد کرد که بغیر شریعت تو، قانون تو، قانون کسی دیگه را قبول نمیکنم. اما باز میخیستم میگن ای والا قانون فلانی جای، قانون امریکا از شریعت کده خوبتر است، قانون روس از این کده خوبتر است. با کلمه خودی شد، کلمه خود شکستان. همین قسم که یک نفر وضوش مشکنه، اینمی قسم ایمانش هم مشکنه، تعهدش هم نقص میشه و مشکنه. و سومش است که یا الله زندگی خدا، نماز خدا، عبادت خدا، ذکر خدا، طاعت خدا به طریقه یکی میکنم محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. بعضی کساست حالا پیر ما کی هست؟ محمد رسول الله. مرشد ما کی هست؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم. اسوه ما کی هست؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم. راهنمای ما کی هست؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم. قلبی کی پاک بود که ما قلب خودم مثل قلب از او بسازیم؟ قلب کسی که برش گفته شد علم نشرح لک صدرک، قلبی را که ملائکه ششتن، قلبی که پر از توحید الله بود. ذکر خدا به طریقه کی بکنیم؟ به طریقه محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. ولکم فی رسول الله اسوة حسنه. ما در یک جایی بودم، استاد شما طریقت قبول دارین؟ گفتیم بله، ما اهل طریقت هستیم. طریقت چی معنی؟ طریقه و راه و روش. به طریقه کی هستین؟ گفتیم به طریقه محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. چرا به دیگه طریقه ها نیستیم؟ من گفتم از هیچ قلبی در دنیا نیافتم که از قلب رسول الله صلی الله علیه و سلم که پاکتر باشه.
هیچ چشمی نیافتم که از چشم رسول الله صلی الله علیه و سلم که عفیف تر باشه. هیچ عبادتی را ندیدم که از عبادت رسول الله صلی الله علیه و سلم که برتر باشه. هیچ شخصیتی را نیافتم که شخصیتش از شخصیت رسول الله صلی الله علیه و سلم برتر باشه. و هیچ جای در قرآن نیافتم که اسوه ما بغیر از رسول الله صلی الله علیه و سلم که در ملت ابراهیم علیه السلام بود که اسوه همگی ابراهیم است و محمد است علیهم السلام و ما محمد صلی الله علیه و سلم من حیث اسوه و رهبر و رهنما و پیر و مرشد و خود گرفتیم. چرا؟ به خاطر که با الله تعهد کردیم که اینمی 3 تعهد است و حفظ از این 3 تعهد سبب از این میشه که در آخر زبان انسان به چی جاری شود؟ لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. ما از تکنولوژی استفاده کنیم، اما چی قسم استفاده کنیم که پیام الله را به بشریت برسانیم. پیام الله را وقتی مسلمان ها یا استفاده نمیکنن یا استفاده منفی میکنن. از این خاطر دشمنای اسلام کامیابیش دمی نقطه هست. ما از مایک اگر استفاده درست بکنیم، ما میتونیم که در مسجد خود، این هم یکی از وسایل تکنولوژی هست، خود ما راحت می باشیم. اگر از موبایل خود برای دین الله استفاده بکنیم، انسان هدفمند هستیم. اگر از کتاب، اگر از کامپیوتر، اگر از ساینس، اگر از تکنیک، از هر چیزی که شامل تکنولوژی میشه، از این به هدف بزرگ خود که رضایت الله متعال است استفاده بکنیم، اینجا ما واقعا یک مسلمان حقیقی هستیم. اما اگر از این استفاده غلط بکنیم، باز اینجا چی میشه که هم شرمنده دنیا میشیم، هم شرمنده آخرت میشیم. الله متعال همه ما و شما را توفیق نصیب بکنه که کاری بکنیم که الله راضی شده. الله از چی راضی میشه؟ از حفظ تعهدات، از استفاده از هر وسیله به خاطر رساندن دین الله. الله متعال ما و شما را توفیق نصیب بکنه که در مسجد الله جمع شویم و نام الله را یاد بکنیم و بشارت رسول الله صلی الله علیه و سلم الله نصیب ما و شما بکنه که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که وقتی یک تعداد از مسلمان ها در خانه از خانه الله جمع میشن، یاد الله را میکنن، بالای از اینا چی میشه؟ سکون، آرامش. حفتهم الملائکه، ملائکه در 4 اطراف میین و کل ازیا هر چهره را با نامش، با ولدش، با خانهش، با سن سالش، هر کدام نشانی کرده و هر لفظی را که گفته هست و یا شنیده هست این را یادداشت کرده و میرن پیش الله متعال شهادت میتن که یا الله، ای بنده های تو در خانه تو به خاطر رضایت تو جمع شده بودن و ما شاهدا هستیم. الله متعال رحمت خدا بالای از اینا نازل میکنه، بر از اینا سکون و آرامش قلبی نصیب میشه که بسیاری مردم ها و میلیون ها میلیون دلار محتاج از این سکون و آرامش است. الله متعال بر ما و شما سکون و آرامش نصیب بکنه. الله متعال رضایت خدا نصیب ما و شما بگردانه. الله متعال همه ما و شما را ببخشه. الله متعال پدر و مادر ما و شما را ببخشه. الله متعال مرده های ما را مغفرت بکنه. الله متعال در راه ما و شما را سوق بکنه و راه را بر ما آسان بگردانه که در او آخری کلمه که از زبان ما خارج میشه کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.